استاد گل محمدی خاکسار هستم. باز یک نوع طلسم به نام هفت جوش میگه. اینی که از طلسمی هفت جوش است. ولی هر کس به نام هفت جوش 4 تاویز و 1 5 6 دو دیره میته که من طلسمی هفت جوش دادم. طلسمی هفت جوش خصلتش اینمی است که در روی قلف مستقیم حکاکی میشه و جنیات میتونه ورقه از بین برده. همه طلسم کی است برده نمیتونه، چون ای کی است توسط پاچان جنیات یا جینه نوشته میشه که خطرناکترین قوی ترین طلسم می باشه. عدم خیانت شوهر، عدم خیانت زن صرف به خاطر زن شوهر انجام میشه. بخت شوهر به نام زن قلف میشه، به جز همه زن خودش همراه کسی دیگر رابطه برقرار کنه نمیتونه، به جز همه زنی درباره کسی فکر نمیکنه تا که زنده است، مثل یک غلام در مقابل زنش قرار میگه. اینی است طلسمی هفت جوش. کسایی که نمیفهمیدن اینی است طلسمی هفت جوش مستقیم جهت برقراری تماس با خود استاد گل محمد خاکسار 0796 71 80 62 0780 63 80 55.